سلام، من علی هستم و قراره تو این کانال کلی از مقالات مهم و معتبر انگلیسی زبان رو به زبان فارسی برای شما عزیزان فارسی زبان در سرتاسر دنیا ترجمه کنم و توضیح بدم. توی این قسمت میخوام در مورد یه موضوع بسیار مهم راجبش صحبت کنم که اختصاص پیدا میکنه به یکی از ویدیوهای معروف تد تاک و اون هم یک سخنرانی از آقای جاش کافمن هست. شاید اینو شنیده باشیم هممون که برای اینکه توی کاری به یک مهارت برسیم و متخصص بشیم حداقل 10,000 ساعت زمان لازم است و این چیزی هستش که اولین بار توسط آقای اریکسون ارائه شد و بعدها هم چندین دانشمند دیگه هم راجع به این موضوع کتاب‌ها و مقالات مختلفی نوشتن تا به این نتیجه رسیدن که واقعاً برای متخصص شدن توی یک مهارتی 10,000 ساعت زمان لازم است. اما سوال اصلی ما اینه که ما یعنی هر چیزی رو بخوایم یاد بگیریم توی زندگیمون واقعا با 10,000 ساعت برای زمان وقت بذاریم. خیر، اینجور نیست. ما برای متخصص شدن توی کاری، مثلا برای قهرمان به فرض المپیک شدن، برای اینکه شما بخواید توی یک ساز به یک مهارتی در حد یک استاد برسید، بله تو اون چنین شرایطی واقعا 10,000 ساعت لازمه که ما وقت بذاریم تا بتونیم تو اون کار به درجه استادی برسیم. اما توی این تد تاکی که آقای جاش کافمن توضیح میده و بعدها هم کتابی هم در این باره می‌نویسه به نام The First 20 Hours for Learning New Things که در واقع میاد میگه برای یاد گرفتن یک مهارت جدید تنها 20 ساعت زمان گذاشتن کافی هست. اما اینو اشتباه نگیریم که یعنی ما باید 20 ساعت زمان بذاریم تا به فرض استاد مثلا موسیقی بشیم یا یک ورزشکار حرفه‌ای بشیم. نه، این 20 ساعت زمان گذاشتن بیشتر برمیگرده به این که ما می‌خوایم یک کاری رو که علاقه داریم و می‌خوایم بدونیم آیا واقعا تو اون کار میتونیم پیشرفت کنیم رو منظورش هست. مثلا ما چند جا شنیدیم که به فرض ترید کردن خیلی کار پردرآمدی هستش. خب این قانون اینجا میتونه به کار بره که میگه 20 ساعت اول شما میتونی وقت بذاری تا به این نتیجه برسی آیا واقعا این کار برای شما درآمدزا هست یا نه. و دومین چیزم اینه که یه موقعی میخوایم در کنار اون کار اصلیمون یه کاری داشته باشیم که درآمدزا برامون باشه. این قانون در واقع 20 ساعت خیلی میتونه کمک کننده باشه. اما برای اینکه این قانون اجرا کنیم این قانون 5 مرحله داره. اولین مرحله‌ای که آقای جاش کافمن میگه این هست که اول ما باید یک پروژه مشخص، یک هدف مشخص رو برای خودمون تعریف کنیم. این هدف مشخص تعریف کردن اینجوری نیستش که مثلا من بگم میخوام ادیتور مثلا ویدیو بشم یا مثلا نمیدونم یک ورزشکار حرفه‌ای بشم یا یک نوازنده بزرگ بشم. نه، مثلا من میخوام این 4 تا آهنگ رو با گیتار بزنم یا میخوام در نهایت بعد از اون 20 ساعت وقت گذاشتن یه ادیت فیلم به اندازه مثلا یه فیلم 20 دقیقه‌ای تو یوتیوب انجام بدم. یک هدف یا یک پروژه مشخص رو برای خودمون تعریف کنی و بعد اون هدف و اون پروژه رو باید به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیمش کنی. یعنی مثلا من برای اینکه بخوام ادیت فیلم انجام بدم باید کار با ابزارهای توی برنامه‌های ادیت فیلم رو یاد بگیرم، چه جوری کات کردن رو یاد بگیرم، اون چیزای بیسیکی که نیاز دارم رو بایستی یاد بگیرم. بعدش آقای کافمن توی مرحله سوم این فرایند میاد توضیح میده ما باید منابع رو هم برای خودمون پیدا کنیم. اون منابع پرتکراری که اکثر جا هست یا سخنرانی افراد مهمی که تونستن به موفقیت برسن و اون چیزای پرتکرارش رو برداریم و برای خودمون استفاده کنیم. و چهارمین مرحله اینه که باید سدهای کوچیکش توی مسیرمون هست رو کنار بزنیم. این سدهای کوچیک همون دیستربرها هستن، همون عامل‌های برهم زننده تمرکز، مثل موبایل، مثل خیلی چیزای تکنولوژی که اطرافمون هست. باید تا جایی که میتونیم اونا رو دور کنیم. یا به عبارتی آقای کافمن میگه وقتی میخواین اون در واقع 20 ساعت رو وقت بذارید برای رسیدن و یاد گرفتن به یه چیزی، این 20 ساعته باید 20 ساعته با تمرکز باشه. توی خود تتاکش میگه مثلا با روزی میانگین 45 دقیقه وقت گذاشتن حدوداً 1 ماه شما میتونید به این تایمر برسید. اما نکته مهم اینه که این 20 ساعته باید با تمرکز باشه. و آخرین مرحلهش هم هست اینه که باید این کار رو انجامش بدیم. اون 20 ساعت رو باید به صورت عملی بهم انجام بدیم. خودش هم میگه تو 10 ساعت اول شاید یک حس حماقت بهمون دست بده و میفهمیم چرا هیچ چیزی رو ما بلد نیستیم، اما این طبیعی هست و هرچه به مرور پیش میریم و به اون 20 ساعت میرسیم میبینیم که توان یادگیری ما هم بیشتر میشه. آخر فیلمشون هم میان یک نوازندگی از ساز اوکلیلی رو اگر اسمش رو درست بگم انجام میدن که میگن من رفته بودم سرچ کرده بودم که برای نواختن این ساز به چند تا آکورد مشخص من نیاز دارم که بتونم خیلی از آهنگا رو بزنم و در نهایت اونا رو تو 20 ساعت یاد میگیره و میاد اجراش میکنه و میگه من بالاخره تونستم اون چیزی که خودم انتظار داشتم که چند تا آهنگ رو با این ساز بزنم رو فقط توی 20 ساعت یاد گرفته باشم. امیدوارم مطالب این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. مرسی از وقتی که برای من گذاشتید.